بچه ها ضرب کسرها رو داریم. حالا میخوایم با رسم شکل جوابش رو به دست بیاریم. توجه کن. نگاه یه دونه 3/5 داره میگه 2/3. من ابتدا 2/3 رو میام نشون میدم. یه شکل دارم به این صورت یک طرفش رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. خب نگاه کن، توجه کن. این یک، اینم 1 2 3. همونجوری که از قبلم گفتم باید حواسمون باشه اندازه ها یکی باشه. شما خواستین رسم کنی بدونین که این اندازه ها باید با هم یکی باشه. حالا من تقریبی کشیدم. خب توجه کن 3 قسمت. با 3 قسمت رو چند قسمت رو برابر کنم؟ 2 قسمت. حالا کسر بعدی چیه؟ 3/5 هستش. من حالا از این جهت به 3 قسمت تقسیم کردم صورت عمودی. این بار به صورت افقی به 5 قسمت تقسیم میکنم. یک بار به صورت عمودی 3 قسمت، این بار به صورت افقی به 5 قسمت تقسیمش میکنم. حالا توجه کن. این الان به 5 قسمت تبدیل شده. حالا 3/5 یعنی 3 قسمت از 5 قسمت هم باید رنگ‌آمیزی بشه. توجه کن. این 1/3 2/3 نشد 3/3. حالا وقتی من به این شکلم نگاه میکنم خب ببینم قسمت های زیادی رنگ شده. یه قسمت آبی رنگ فقط، یه قسمت فقط قرمز رنگه، ولی یه قسمت هم قرمزه و هم چی هست؟ آبی هستش. جواب من میشه اون قسمتی که با هم رنگ‌آمیزیش مشترکه، یعنی هم قرمزه هم آبی. پس بچه خوبم جواب من این قسمت الان. نگاه. خب شده چند؟ 1 2 3 4 5 6 قسمت از چند قسمت؟ 10 قسمت. پس جواب کسرم میشه 6 وقتی میان صورت در صورت و مخرج در مخرجم ضرب میکنم میبینم جوابم با این رنگ‌آمیزی یکیه. 3 2 تا 6 تا 5 3 تا 15. اما فرق کنه مثلا عدد باز تغییر کنه دوران صورت در صورت مخرج من ضرب کنه جواب درسته دیگه. بله توی ضرب همیشه بچه صورت در صورت مخرج در مخرج.